و اگر ما یادمون بره اشتیاق و آتش شناخت خدا در ما میاد پایین، چون اون کسی که ما رو نجات داده دیگه ما نمیخوایم بریم بشناسیمش و این یک رابطه خیلی عمیقی داره با اون شناخت گذشته ما که پولس حکم میکنه اینجا و میگه یادتون نره که از کجا آمدیم. و نکته آخر اگر ما یادمون بره اینه که انگیزه بشارت دادن رو از دست میدیم. دیگه انگیزه نداریم بریم به کسای دیگه بگیم راجع به این نجات. کسانی که ما امروز در دنیای بیرونی با این حقیقت یک کلام برای ما باز کرده میبینیم کسانی هستن که بدون اینکه بدونن، مثل من و شمایی که نمیدونستیم تو چه موقعیتی هستیم، در موقعیتی هستن که جدا از مسیحن. و در در اعمال رسولان 4:12 آیه خیلی زیبایی وجود داره که میگه غیر از مسیح در زیر آسمان هیچ اسمی به بشر داده نشد که بدان نجات باشد. به بشر زیر آسمان هیچ اسمی داده نشده که بشر بدان نجات پیدا کنه. ادیان به ما همونجور که بارها گفتم یک نردبونی از شریعت رو به ما میدن که 10 تا پله داره. قتل مکن، زنا مکن و این پله هایی هستش که انسان باید بره بالا تا به خدا برسه و هیچ کی نمیتونه این کار رو انجام بده. ولی مسیح و مسیحیت میاد و فیض خدا رو به ما نشون میده و میگه تو هیچ کاری نمیخواد انجام بدی چون نمیتونی انجام بدی، تو مردی در گناهانه، تو با خدا هیچ رابطه‌ای نداری و این خداست که میاد و ما رو نجات میده. چیزی که ما بارها راجعش صحبت کردیم و فیضی هستش که وجود داره. فرمان اینه که باید به یاد داشته باشیم موقعیت قبلیمون رو و این خداست که ما رو تغییر میده.